اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تبارک و تعالی وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله ذوالجلال در این آیه چی میگه؟ میگه و این چنین همون قریجات هایی که، همون قشلاق جای هایی که، همون مردم هایی که ما اونها را هلاک گردانیدیم به سبب چی؟ به سببی که ظلم کردن، به سبب گناه خودشان، به سبب ظلم خودشان، نه به سبب گناه دیگر نفر یا که دیگر قوم و دیگر ملت، به سبب گناه خودشان، به سبب عملهای بدی که خودشان انجام دادن. الله میگه ما اونها را هلاک گردانیدیم و گردانیدیم میگه برای هلاکشون یک وقت معین، یعنی تا یک مدت الله میگه ما اونها را مهلت دادیم، از راه ما باز از راه ظلم و بیدادگری مقصد باز نگشتن و اونها را یک وقت معین موندیم و اونها را بعد چیکار کردیم؟ هلاکشون گردانیدیم. و میگه دعای مظلوم وقتی که ظلم میبینه، چه از خودی میبینه، چه از یک پادشاه میبینه، چه از مثلا زن از شوهر میبینه، یا که چه یک مسلمان از یک مسلمان دیگه میبینه، یا که چه از یک غیر مسلمان میبینه، فرق نمیکنه، یا که چه یک حیوانی که زبان نداره که با ما صحبت کنه، از یک صاحبش، از یک انسان ظلم میبینه. خب میگه دعای مظلوم در عموم یعنی چی میشه؟ به نزد الله بالا میره. دعای مظلوم به نزد الله بالا میره، از ابرهایی که در آسمان ما میبینیم بالا میشه از اون ابرها هم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 3 نفر هست که دعاشون هرگز رد نمیشه، رد نشونده است. زود در نزد الله دعای 3 نفر قبول میشه، الله زود قبول میکنه به یگان شک و شبهه. یکیش از اون میگه دعای روزدار هست که حالا ما در این ماه مبارک رمضان قرار داریم. وقتی که روزدار در حالت روزداریش و علل خصوص در هنگام افطار دعا میکند، وقتی کشادن افطار، میگه الله دعای او را چی؟ به چون و چرا قبول میگردونه. خب و دیگرش پادشاه عادل، هر کسی که پادشاه است، حاکم است، امیر است، به زیر دستاش به مردمش اگر با عدل رفتار کرده باشه، حق همه زیر دستاش، حق همه مردمش داده باشه، او به زیر دستاش به مردمش ظلم نکرده باشه، الله دعای او را به شک قبول میگردونه. و دیگر میگه دعای مظلوم، انمون شخصی ظلم دیده و جبر دیده، دعای همون مظلوم میگه الله او را میبرداره از ابرها بالا، یعنی به آسمان ها میبره و به سبب دعای همون مظلوم که هنگامی که ظلم دیده دعا میکنه، از صدق دل بر پروردگارش مناجات میکنه، از پروردگارش کمک طلب میکنه، الله دعای او را چی میگه؟ زود قبول میگردونه. چی میگفت است الله مهربان، الله قادر و توانا؟ میگفت است قسم به عزت و جلالم، ای مظلوم خودش به عزت و جلالی، بزرگی و عظمتی خودش قسم میخورده که ای مظلوم قسم به عزت و جلالم، به زودی تو را چی یاردم میکنم، کمک میکنم، اگرچه بعد اندکی هم باشه. یعنی امروز اگر دعات قبول نشید فردا قبول است، فردا قبول نشید فردای دیگر قبول است، یعنی به زودی من دعای تو را قبول میگردانم، تو بے پروا باش. و دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الله لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته، ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. گفتند که بیشک در حقیقت الله برای ظالم مهلت میتیه، یک مدت شاید 10 سال، شاید 20 سال، یک مدت معینه به اون مهلت میتیه. و وقتی که دید که اون از ظلمش نگشت، وقتی که در ظلم خودش بالا رفتن گرفت، ظلم زیاد کردن گرفت، در ظلم اصرار ورزیدن گرفت، تکرار به تکرار ظلم انجام دادن گرفت، الله او را چیکار میکنه؟ میگه میزنه، او را در عتاب میگیره، عذابش میکنه، عقابش میکنه.
وقتی که عقابش کرد در عذاب گرفتارش کرد دیگر خلاصش نمیکنه، دیگر نجاتش نمیتیه. و گفتن اگر که میخواهین بخونین همین آیت که و این چنین گرفتن پروردگاری تو همچنانه که قریجات های گفتیم یک قشلاق جای هایی که ظالم بودن و به مانند قوم لوط و به مانند قوم عاد و قوم ثمود و قوم مقصد فرعون و همون قشلاقیات شهرهایی که ظلم کردن در حالی که ظالم بودن، به شک و شبهه گرفتن الله سختی یعنی دردناک است. در ما هم میگن که زدن خدا صدا ندارد، ضرب خدا صدا ندارد، اگر که زند دوا ندارد. خب باز گفتند که هیچ گناه پستر عذابش سختتر یعنی رسواتر از این نیست که الله او گناه صاحبش زود عذاب بتیا، مگر دو گناه که همون انسانی که مرتکب همون گناه شده، دو گناه انسانی که مرتکب همین دو گناه شده در دنیا پیش از آخرت عذابش میچشه، عقوبتش میبینه، نتیجهش میبینه حتما. و اون دو گناه کدام است؟ بالای این که میگه در آخرت او را چی؟ برای آخرت الله ذخیره کنه عذاب این گناه همین انسان. و اون دو گناه این است که یکمش انسان ظالم ظلم میکنه، الله برای ظلم او اگر توبه نکنه از گناهش باز نگرده و از مظلوم بخشش نپرسد، الله در این دنیا میگه زود عذابش میتیه و باقی مونده عذابش بود در آخرت میتیه، با این دنیا خلاص نمیشه. و دیگر اینکه کسی که قطع صله رحم میکنه، کسی که پیوند خویشاوندی، پیوند فامیلی، رفت و آی فامیلی را قطع میکنه، خویشاوندی را رفت و آمد کنده میکنه، همچنان که یک روز دیگر ذکر کردیم که به خاطر یک وجب زمین که دیوال برادر با برادر مقصد در یک حولی هستند، بینشون دیوار میکنن، مقصد حولیشون جدا میکنن، اما به خاطر یک وجب زمین بین هر دوشون میشه جنگ، ایش از ماست، ایش میراث ماست، ایش میگه ایش میراث ماست. برای یک وجب زمین جنگ میکنن، با یک دیگر قهر میشن، قهری میشن تا روز قیامت همین قهریشون میره. در همین دنیا از یک دیگر قهری تا روز قیامت میره. قطع میکنن صله رحم، رفت آمد کنده میکنن، یا که با عمکی یا که با مثلا یک خیشی که با او رقابت پیوندی نزدیکی داره. الله پناه بده. و دیگر حدیث هم از رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم که میگه ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه او بعقاب. دیگر روایت بیشک میگه در حقیقت الله به ظالم مهلت میتیه. الله به ظالم چیکار میکنه؟ میگه هر وقت که مردم ظالم ببینن در حالی که ظلم میکنه، در حالی که ظلم کرده رفته است، او را از ظلمش من نمیکنن، او را دست او را گرفته از ظلم باز نمیدارنش، منعش نمیکنن، گمان است که الله اونها را همش چی به عقاب یک جا گرفتار میکنه. مثل که میگه اگر جنگل بسوزه نه تر میگه نه خشک، اما یک جا میسوزونه. درختایی که تر هستند، درختایی که ما میگیم می درختها سبز هستند، با مثل درختای خشک همه را یک جای سوزانده رفتن میگیره، سوختن میگیره. به همون خاطر وقتی که ظالم ظلم میکنه و مردم میبینن از ظلم او را منع نمیکنن، بالای او در ظلم او راضی هستند، باز در ظلم او کمک میکنن، الله میگه گمان است که همشه در چی؟ عقاب، در عذاب گرفتار کنه. و این چنین ما در تاریخ اینها را بسیار دیدیم، خصوصا در کشور ما، در کشور شما بودن، در همون قریجات ها، در همون ده ها بودن انسان های صالح بودن البته، اما از ظلم ظالم یعنی من نکردن او را، به امر معروف، به یک نصیحت، به یک پند دادن، و که به قوت به هر راهی که باشه او را منعش نکردن، الله او را همشه یک جا در عقاب، در عذاب گرفتارشان کرد. باز الله ذوالجلال میگه نوعهای ظلم
چی قسمت ها ظلم مقصد ظالما را عذاب داده هلاکشان کرده ذکر میکند در سوره قرآن در سوره عنکبوت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظیم. خب الله ذوالجلال برای کدام قوم میگه؟ برای قوم فرعون، برای قارون، برای هامان، برای قوم ثمود که صالح پیغمبر بود در اون قوم. الله چی میگه؟ پس میگه هر یکی از اون قوم ها را هر یکشون میگه به گناه خودش ما هلاکشون کردیم، به گناهی که خودشون انجام داده بودن، نه به گناه دیگر قوم. چیکار کردن؟ پس میگه بعضی از اون قوم ها اونها را به چی هلاک کرده؟ میگه به اونها میگه حاصب گفته شمال سخت میشه که با خود امو رگ سنگ و میده سنگ با خود میاره. الله میگه ما اونها را به اون نوع عذاب هلاکشون کردیم. و اینها را میگه قوم لوط بودن علیه السلام و قوم شعیب در تفسیر میگه که قوم لوط ما میدونیم که الله ذوالجلال میگه فارسلنا علیهم حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک. الله میگه پس ما فرستادیم به قوم لوط سنگ هایی که از گیل و از مثلا لای پخته شده آماده کرده شده است، آتش داره، علو داره و اونا را هر یک تش میگه در بالای سرشون آورده زدیم که نام هر یک تش نوشته بود. پیش از اون که سنگ در بالای هر یک نفر آمده بزنه نام همون نفر نوشتگی بود که همین سنگ در بالای هم میزنه، اسمش نوشته شدگی بود در همون سنگ. الله بعد دوام آیات میگه و ما مسومة عند ربک و مقصد بظلام للعبید و ما ربک بظلام للعبید و پروردگار تو مقصد ظالم نیست برای بنداش، خودشان به نفس خودشان ظلم کردن. خب این یک نوع عذاب اونها که اونها را بچی به همون باد و شمال شد که از آسمان سنگهای بارید که اونها چی داشتن؟ آتش داشتن، علو داشتن، در سرشون زد و اونها را یعنی تا پایینشون رفته خاکسترشون کرد. و دیگر این که گفت که و بعضی از آنها را با صدای جبرائیل علیه السلام هلاکشون کردیم. و جبرائیل علیه السلام با قوم ثمود میگفتن صالح پیغمبر در بینشون بود، در میانشون بود، از پیغمبر الله معجزه طلب کردن و گفتن اگر تو پیغمبر باشی با ما یک شتر از داخل یک سنگ خوره، سنگ کلان شتر بیرون کن. و از الله دعا طلب کرد حضرت صالح علیه السلام. الله این معجزه را به پیغمبرش داد که در واقعا صالح پیغمبر است و گفت الله شما را میگه همین شتر که آبی که در همون قوم بود یک روز قوم بود آبشو بنوشه، یک روز شتر. و اونا چیکار کردن؟ یک بدبختترین انسان پیسه دادن و اومد چی شتر گردش گرفت. الله به همون هلاکشون کرد و هلاکشون هم نوع عذابی که الله به اونها روان کرد همون بود که جبرائیل علیه السلام میگه یک فریاد بلند برآورد. قدرت ببینین که الله ملائکه‌اش قدر قدرت داده که یک صدای بلند، یک آواز بلند برآورد. حضرت جبرائیل علیه السلام داد بلند زد و همون قوم مثل یک درختی که یعنی برگوش از تنش میافشونه همون خل شدن، هلاک شدن. خب و دیگر قوم میگه اونها را به اینکه زمین اونها را بکشه ما هلاک کردیم. اینا میگه مفسرا قارون است. استعاذ بالله ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. بیشک میگه قارون از قوم موسی بود، تورات حفظ میدونست، از یاد میدونست، بعد در بالای قوم بسیار سرکشی کرد، بسیار تکبر کرد، بسیار از خود رفت. الله میگه ما او را چی به زمین امر دادیم که فخسفنا به و بداره الارض. پس خودش و به همون مال و ملکی که داشت زمین امر کردیم اون زمین کشیده بود. این یک نوع عذاب برای ظلمی قارون در نفس خودش بود که الله او را هلاک کرد و زمین فرو بردن. و بعضی از اونها را میگه ما غرقش کردیم مانند قوم موسی علیه السلام و قوم نوح علیه السلام که اونها را الله غرق شدن هلاکشون کرد. و میگه هرگز الله اونها را ظلم نکرد و آنها لکن خودشان در نفس خودشان ظلم کردند. خب لقمان حکیم به پسرش چی میگه؟
در قرآن هم الله ذکر کرده بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. گفت ای پسری من، ای پسرکی من، گفت لقمان به پسرش نصیحت کرد. چقدر نصیحتو کرد که هرگز به الله شرک نیار، بیشک در حقیقت شرک یک از ظلم های بزرگ است. یعنی هر انسانی که به الله شریک قرار میدهد، یک مخلوق، یک سنگ، یک چوب، یک مرده، یک مزار که میگه اینم علم غیب میدونه، اینم کمک میکنه، اینم یاردم میکنه، اینم قدرت داره، او یعنی شرک است. هرگز شرک نیار به الله، به شک و شبهه شرک یکی از گناههای بزرگ است. خب یکی از نمودهای ظلم که انسان ظلم میکنه و خودش خبر نداره، ظلم میکنه اما در نظرش نمیاد که همین ظلم کرده است، این است که بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. میگه در حقیقت اونهایی که مال یتیم ها را به ظلم و زوری میخورند، نه به روزگی یتیم، یعنی با ظلم به زوری میخورند، مثل که یک انسان از دنیا فوت میکنه میگذره، میروند گاو وی آورده میکشن که باید سرتخته بکنیم، باید بکشیم گوش خوردن در کار، یا که باید مال ایراد زود، مثلا همون انسان مردگی برادر داره، برادرش زود از این فرصت استفاده میبره، مالی که از او داره از خود میکنه، یا که خانه‌ش است، یا که ماشینش است، موترش است، فرق نمیکنه، زود از خود میکنه. اما که میگه هر کسی که مال یتیم به ظلم میخورد، به زوری میخورد، به جور میخورد، به شک و شبهه در شکم خود آتش دوزخ خورده است و زود است که به سعیر یکی از مکانهای دوزخ وارد شود. خب میگه شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرئیل امین در دوزخ میگشتند که الله به پیغمبرش مقصد معجزه را نشان داد که شب معراج جنت بردوش، دوزخ بردوش، همه یا واقعی تاریخ حقیقی هستند، صحیح هستند. وقتی که میگه در دوزخ نوع عذاب، نوعهای عقوبت عذاب میدید پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نگاه کرد که میگه یک مرد ایستاده است، یک نفر دیگه دهان وی از ریشش قبیده واز میکنه و یک نفر دیگه میگیره یک سنگ آتشدار علودار در دهن همه آدم میسخد داخل میکنه و همین سنگ رفته شکمش داخل شده، همه رو سوزانده آب کرده، از پایانش بیرون میشه همین سنگ. این واقعیت است. بعد میگه پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل امین پرسید که یا جبرئیل یا کی هستند؟ گفت همه اونهایی هستند که در دنیا مال یتیم به ظلم و زوری میخوردن. اینها انسان‌هایی هستند عقوبتشون همین است که در دنیا مال یتیما را با ظلم و به زوری میخوردن. این هم یکی از نوع ظلم هایی که انسان به نفس خود ظلم میکنه. یا که میگه به حق دیگران انسان از حق دیگران چی تجاوز میکنه، میگذره، یعنی که حق دیگران را پایمال میکنه اگرچه بای باشن. مثلا یک کس، یک انسان یک مال یک بای به فریب، به مکر، به نیرنگ، به حیله میخره، این هم ظلم در نفس خود است که برای هر یک تین و هر یک پیسه که از اون میخرد به ظلم و زوری، به فریب، نیرنگ، اون در نزد الله جوابگری دارد. و حدیث هست که میگه مطل الغنی ظلم، یعنی دراز کردن مدت پولی که از یک بای میگیری نمیتیش وقتی که قدرت داری، او ظلم است. چه خیلی یک انسان از یک بای مثلا 10,000 یورو میگیره، میگه همین 10,000 یورو تو ما یک سال بعد میتیم، عهد میتیم مینویسه. بعد یک سال گذشتن بای میگه اما پیسه مرا بیار، پول ما در کار است بیار. این انسان داره که قدرت کی بتیه، میگه باید که به همین 10,000 او مقصد چیکار کرده میتونه، حالا که میلیون داره، همین 10,000 امروز این سال نگی سال دیگر میگیره، قدرت داره که پیسه همو را قرض همو را باز بگردونه، اما نمیتیه. به نمی ندادنش به همین که در مدتی همو قرض دراز میکنه از پیش خودش، یعنی قصدن الله همین انسان در عذاب گرفتار میکنه که انسان در نفس خودش ظلم کرد و مال او باید گردونده نداد، زود باید وقتی که داره قدرت بتیه. خب و دیگر حدیث از صحیح بخاری که میگه هر انسانی که از یک زمین یک وجب یک مقدار کمی که بگیره بغیر حق، به حق، ناحق، اون روز قیامت تا 7 زمین 7 قبض زمین همین انسان کشیده میبره.
یک انسان از یک انسان دیگر، یک انسانی که مثلا نادار است، یک انسانی که زمین داره، این انسان رفته در محکمه پیسه میتیه محکمه را، همون زمین همون انسان از خود میکنه. و برای که در طرفای ما و شما رشوه‌خوری بسیار است. این بیچاره قدرت نداره که برای در محکمه پیسه بتیه که مثلا زمین ماست و زمین ما باید به دما باشه، اما این انسانی که کمی پیسه داره میبره او در محکمه میتیه کارش چی میکنه، جور میکنه. این انسان روز قیامت 7 برابر همین زمین، روز قیامت الله را در چقری زمین کشیده میبره. همین انسانی که به ظلم قطعه زمین همون انسان گرفت. این یکی از نوعهای ظلم است و عقوبتش همین است. و میگه علی رضی الله عنه گفتن که هلاک کرد پیش از شما بودگی امت ها را که این که حق میگه منع کردن و از حق یعنی باز استادن، حق انجام ندادن، اونها را چی هلاک کرد. این بود سبب هلاک شدنشون و ظلم در نفس خودشون. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 3 نفر هستن که روز قیامت من دشمن سختریشون هستم. 3 نفر انسان روز قیامت من دشمنی سختترین همین 3 نفر انسان، 3 طایفه انسان هستم گفتن. و اونها کیا هستن؟ و میگه مردی که یک نفر خانش آورد و چیکار کرد؟ کارش فرمود. مثلا یک نفر گفت که بیا کیرا کرد، خانش آورد کار کرد اما حق کارش اون نداد. یکی از همه ای هست. خب دیگر این که میگه الله عذاب میتیه مردم چی؟ انسانایی را که انسانها را بیگناه ها را در این دنیا عذاب میتیان، میگه الله اونها را چی؟ عذاب ده گرفتار میکنه. و در این گروه داخل میشن اونهایی که از ظلم باز میستن. گفتیم همچنین که گفته گذاشتیم هر نفری که بنده های خدا را ظلم میکنه فرق نمیکنه او مسلمان ظلم میکنه یا کافر ظلم میکنه، فرق نمیکنه. در نزد الله در ظلم همه برابرند. هر کسی که مظلوم است، همین مظلوم هم اگر به سوی الله دست برداره، گرچنده که مشرک میگیم، گرچنده که مثلا دینش قبول نیست میگیم در نزد الله، اما وقتی که ظلم میبینه به الله مناجات میکنه، اما مقصد گات گفته به همون زبان خودشون ندا میکنه، ظلم دیده الله دعای رو قبول میکنه، برای که رحمت الله به پایان است، برای که انسان ناحق ظلم دیده. و انسان ها باید میگه در برابر ظلم باید ساکت نباشند. و میگه پیش از شما امتا را در چند جای قرآن ذکر میشه که اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها. آیا میگه انسان ها در روی زمین سیر نمیکنن ببینن حال و عاقبت او انسان هایی که در دنیا ظلم میکردن، که پیش از این انسان هایی که حالی ظلم میکنن، اون نفرایی که پیش ظلم میکردن عمر زیاد داشتن. اگر این ظالمای این وقته 50 60 70 80 سال عمر بینن، اونا 500 600 تا 1000 سال عمر میدیدن. مثلا فرعون اگر خطا نکنم به یک روایت که 400 سال مثلا زیسته، مثلا عمری دراز داشتن، عمری طولانی داشتن امت پیشینه. نگاه کن که عمر اونها چند برابر عمر این ظالما زیاد بود و مال اونها از این مال اینا دیده چقدر چند برابر زیاد بود. قوتشون که در داخل کوه شکاف کرده کوه را خانه میساختن و اونها را الله میگه چی خیلی شد؟ میگه که الله اونها را هلاک کرد. الله اونها را هرگز ظلم نکرد، اما خودشون در نفس خودشون ظلم کردن. شاعر میگه لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. هرگز میگه ای انسان ظلم نکن، میگه به یک موجودات، به یک مخلوق، به یک انسان، به یک بنده هرگز میگه ظلم نکن. هر وقت تو که قدرت داری به ظلم کردن، تو قدرت داری، قوت داری، میتونی که ظلم بکنی، اما هرگز ظلم نکن. میگه زیرا عاقبت ظلم میگه انسان به پشیمانی میاره. تنام عیناک والمظلوم منتبه. چشمانی تو میگه وقتی که بعد از اینکه ظلم میکنی، مال نفر میخوری، مثلا در جانش ظلم میکنی، در فرزنداش و در ناموسش ظلم میکنی، بعد از که تو به راحت خواب میری، اما این چشماش بیدار است، اشک میریزه به الله، اشک میریزه، آب دیده میریزه، به سوی الله مناجات میکنه، بیدار است همون شبایی که تو به راحت خوابی، اما این در اون حالت ظلم دیده گیران تا صبح دعا میکنه، از الله کمک طلب میکنه، یاردم طلب میکنه.
یدعو علیک و عین الله لم تنمی، به سوی الله دعا میکنه و الله چی هرگز خواب نیست و دعای او را میشنوه و زود قبول میکنه. بترس از آه مظلومان که در وقت دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید.